نوید خپلواک هستم. بحث امروز ما در مورد عوارض استفاده از کپسول های معده است. بعضی ها را شاهد هستیم که برای سالهای سال از کپسول های اومپرازول، پنتاپرازول، ایزومپرازول و جنریشن های جدیدی که دکسلانساپرازول اینان است برای مدت های طولانی استفاده میکنه و تقریبا مثل یک وظیفه شبانه روزش گشته. وقت از خواب بیدار میشه اتومات یکی از این قرص ها را استفاده میکنه و این مدت هم برای سالهای سال دوام کرده. این وضعیت اگر دوام میکنه بدون شک ما عوارض برخواسته از این دواهای پروتون پامپ اینهیبیتورز یا پی پی آی یا اومپرازول، ایزومپرازول بالاخره متحمل میشیم. خب این پی پی آی یا پروتون پامپ اینهیبیتورز یا ادویجات این صنف ایزومپرازول و اومپرازول چی میکنه؟ بالاخره اینا میره و مقدار اسیدیتی معده را کمتر میسازه، تیزابیت معده را کمتر میسازه. چگونه این وضعیت یکم خلاصه تر میسازیم؟ ببینید این استمک یا معده ماست. فرضاً داخل ساختمان معده را اگر تحت میکروسکوپ مطالعه بکنیم، قبل از اینکه میکروسکوپیک استراکچر را ملاحظه بکنیم، ساختمان های در داخل روده موجود است به نام روگی. این را استمک روگی. فولد هایی است که حرکات مخصوص به نام ترایتوریشن سبب هضم و سبب میکس شدن جوس معده که حاوی تیزاب و انزایم هاست با مواد غذایی است. یک بخش از این که این تو یک ساختمان داره به نام گستریک پرتس یاد میکنه. گستریک پرتس. خب در گستریک پرتس حجرات موجود است که این حجرات در حقیقت واحدهای کوچک وظیفوی هر معده است. این حجرات اپیتیلیم یا به اصطلاح حجرات امو سنگفرشی معده است. یکی از این حجره به نام پرایتال سل یاد میشه. پرایتال سل یا حجره پرایتال و وظیفه این حجره هم ترشح تیزاب است. ای که چگونه این تیزاب ترشح میکنه روی همین مفهوم گپ میزنیم. فرضاً حجره پرایتال از این لس کشیده و در اینجا کم کلانتر رسم میکنیم. این شد حجره پرایتال و هر حجره در داخل خود یک هسته داره. ببینیم که چگونه تیزاب تولید میشه و تحت کدام اثر. یک پمپ در این حجره موجود است به نام پروتون پمپ. وظیفه پروتون پمپ چی است؟ ببینید در داخل هر حجره ما مقدار آب داریم و بعد از فعالیت حجره مقدار کربن دی اکساید تولید میشه. اینا هر دو با هم یک جا شده هیدروژن آیون بایکاربونیت جمع هیدروژن آیون هیدروژن می سازه. این آیون هیدروژن توسط از این پمپ به نام پروتون پمپ میایه به داخل معده. پروتون آمد به داخل. توسط ازمی پمپ یک آیون دیگه به نام پوتاسیم میره به داخل. پوتاسیم از داخل معده آمد به حجره و از داخل حجره هیدروژن برآمد به بیرون. در کجا؟ البته در داخل معده. مسلما ما جریان باثبات خون در بدن داریم که در کوچکترین اسره وقت مواد قابل ضرورت حجرات فراهم میکنه. در جریان خون آیون کلوراید موجود است. این آیون کلوراید توسط چینل به نام کلوراید آیون چینل به داخل حجره میایه و از اینجا دوباره توسط چینل دیگه به نام کلوراید آیون چینل بیرون مبرایه. با کجا؟ به داخل معده آمد. این کلوراید به همراه هیدروژن یک جا شده و تیزاب خیلی مخرش معده را به نام HCl یا هیدروکلوریک اسید می سازه. دواهای اومپرازول و ایزومپرازول و پنتاپرازول و دکسلانساپرازول چی میکنه بالاخره؟ این دروازه را میبنده. پروتون پمپ اینهیبیتور یا ای پمپ بسته میکنه تا از داخل آیون هیدروژن به بیرون نبرایه. زمانی که هیدروژن به بیرون نامد تیزاب تولید نمیشه و امیست که سطح تیزابیت یا اسیدیتی پایین میایه. درست؟
چرا ما از ادویجات استفاده کردیم که سطح اسیدیتی یا تیزاب داخل معده را پایین میاره. خوب است، مسلما ما این وضعیت حق داریم که در بعض امراض مثلا گرد گسترو اسافگل ریفلکس دیزیز استفاده بکنیم. چی اتفاق میفته در گرد؟ بین میری و معده شیردانی که موجود است یا این ساحه باز میمانه، بنابر هر ملحوظه تیزاب بالا میایه، آب ترش و تلخ به دهن ما میایه، زردجوش و دلجوش میشیم. در این صورت بهتر است ما از پی پی آی استفاده بکنیم تا سطح اسیدیتی را پایین بیاره و کدام صدمه به میری نرسانه. درست؟ ولی کوتاه مدت تا که نقیصه رفع شود، نه ای که از بالاخره سالهای سال کمر بسته کنیم و از دواهای ضد تیزاب استفاده کنیم. هیچ علت باید حداقل علت باز شدن دهن میری را پیدا کنیم و او را از بین ببریم، نه ای که سالهای سال تیزاب از دواهای ضد تیزاب میده استفاده بکنیم. همچنان در عفونت های میری مثلا انواع اسوفیگایتس ها، اگر بنابر هر ملحوظ در میری عفونت به وجود آمد، ما میتونیم از این ادویجات استفاده بکنیم تا از تخریش تیزاب کاسته باشیم. اگر گسترایتس یا عفونت و التهاب معده داریم، میتونیم از پی پی آی استفاده بکنیم. اما همه از این استفاده باید برای منحصر به کوتاه مدت باشه، نه ای که سالهای سال از این ادویجات باید استفاده صورت بگیره. خب اگر سالهای سال استفاده میکنیم بدون کدام موجب و بدون نظر دکترهای معالج، خلاصه ما پی اچ تیزاب پایین میاریم. پی اچ یعنی چی؟ پتانسیل هیدروژن آیون یا غلظت آیون هیدروژن در کجا؟ در داخل معده خود. ببینین تیزاب معده HCl تقریبا درجه پی اچش بین 2 و 1 است. 0 1 2. به هر اندازه که از 0 به طرف عدد 7 میاییم، تیزابیت معده کاسته میشه، کم میشه. به هر اندازه که از طرف 7 به عدد 0 میاییم، سطح تخریش تیزاب زیاد میشه. خب ببینیم نزدیکتر به 0 هستیم، بین 2 و 1 در اینجا تیزاب معده از نگاه قوت تخریش قرار داره. درست؟ اگر ما از پی پی آی یا از دواهای ضد تیزاب استفاده میکنیم، آهسته آهسته مقدار پی اچ به این طرف آورده میریم. به هر اندازه که به طرف 7 میاییم، نیوترالایزیشن یا خنثی‌سازی تیزاب مطرح میشه. یعنی تیزاب بالاخره سطح تخریش از او از بین میره، کم میشه. به هر اندازه که به طرف 7 میاییم، هیدروکسیل یا قلوی اضافه میشه، موادی که در ترکیب خود گروپ OH داره. قلوی مواد ضد تیزاب است. خب ما سالهای سال از دوای ضد تیزاب استفاده میکنیم، سالهای سال پی اچ معده را آوردیم به طرف خنثی‌سازی تیزاب یا به طرف جایی که در اوج دیگه تیزاب ارزش خود از دست میده. خب اگر تیزاب معده کم شد و بر مدت ها کم شد، وظیفه تیزاب معده چیست؟ هضم پروتین ها، گوشت، باب، حبوبات، اینا پروتین هستن، اینا را تکه تکه و پارچه پارچه میکنه تیزاب. در پهلوی اینها وظیفه خیلی اساسی در کشتن موادی که بالاخره از بیرون به داخل وجود بیاید. بهترین انتیسپتیک است. با خوردنی و نوشیدنی 1100 نوع مواد مخرب زهری و تاکسین به داخل وجود میره، خصوصا باکتریا و ویروس، اینا را از بین میبره. اگر تیزاب سطحش کاسته شد، پی اچ آمد به طرف 3 و 4 و بالاخره سطح تخریش تیزاب کم شد، سوی هاضمه به وجود میاد. سوی هاضمه یا اندایجستشن یکی از عوارض بد استفاده طولانی پی پی آی ها سوی هاضمه است. خب زمانی که سوی هاضمه به وجود آمد، مواد هضم نشد، مسلما این مواد دیگه در روده بند میمانه و قبضیت به وجود میاره. یکی از عوارض بد دیگه که در انسان هایی که استفاده میکنن از پی پی آی بر مدت طولانی قبضیت موجود است. خب اگر غذا هضم نشد، بدون شک اونا بلاتینگ، غر و غرم پیدا میکنه، سبب دمش و پوندیدن معده میگرده. بعد از خوردن احساس گرنگی و سنگینی میکنیم. هم از اینا عوارض است که بعد از خوردن دراز مدت پی پی آی یا اومیپرازول، زومیپرازول و انواع دیگه این صنف به وجود میاد. چرا ما
به دست خود از دواهای استفاده کردیم که تعادل یا بیلانس آیون هیدروژن متزلزل ساخت. تعادل هیدروژن وقت متزلزل شد، یعنی همو پمپی که هیدروژن میاره به داخل معده تا به کلورین یک جا شوه و تیزاب بسازه، او پمپ بسته شد، تعادل هیدروژن از بین رفت، آهسته آهسته سطح تخریش تیزاب هم کم شد، پی ایچ که نورمال بین 1 و 2 بود بالا رفت به 2 و 3 و 2 و 4، بین 2 و 3 و بین 3 و 4 و سطح تخریش بودن یا کورسیونس از دست داد. تیزاب خاصیتش چی است؟ کورسیو است، مخرش است و موجودیتش هم در معده حتمی است تا از امی وظیفه خشنش یا خاصیت خشن تخریج بودنش استفاده شوه و مواد پارچه پارچه و تکه تکه کنه. اگر پی ایچ غیر نورمال شد، رفت به طرف القلی، سطح تیزاب کم شد، ضد تیزاب زیاد شد، هموز که هضم صورت نمیگیره. یکی از وظایف اساسی معده به وجود آوردن هضم است، پارچه پارچه کردن مواد خورده شده است، اونا را آماده هضم کردن است. هم از اینا بعد از استفاده در از مدت ادویجات استفاده به وجود میاد. اگر بعد معده و غر و غور معده داریم و کتش از سالهای سال از اومپرازول هم استفاده میکنیم، یک روز خوب هستیم و یک روز خوب نیستیم، بهتر است علت خوردن از یاره پیدا کنیم. اگر عفونت داریم، گاسترایتس موجود است، حداقل از ادویجات انسرت 9 استیرویدال انتی انفلامیتری دراگز یا بروفن و اسپیرین و سیلیکوکزب از اینا استفاده نکنیم. اگر گاسترایتس موجود است، سموکینگ یا کشیدن سیگارت و نسوار برش مضر است، حداقل اینا را باید متوقف بسازیم. از نوشیدن الکل جدا پرهیز بکنیم، یا از مشروبات غیر الکلی که گاز داره، بایکاربونیت و مقدار کربن دی اکسایدش بیشتر است، از اونا باید استفاده نکنیم. و در صورتی که سالهای سال اومپرازول استفاده میکنیم، باید این عمل توقف بتیم و علت خوردن درست‌تر معالجه بکنیم. ممنون.